مثل همیشه امروز یک موتور نو آوردیم بسیار قوی و شیک. موتور ما که از ولکسواگن تکوان 2017 با ماشین یا انجین 2.0 از گروپای شروع میکنیم. لوف گروپایش که از لید لامپ است، گریل مقبول، کلان بزرگ است، خیلی زیباست، ویلای اورجینال با رنگ سیاه و این رنگ چی گفتم میشه؟ نکلی کار شده. خب این موتور خیلی یک رنگ مقبول داره. موتور SUV است. فامیلایی که میخوایم یک موتور SUV بزرگ، قوی و شیک میخواین، ولکسواگن یکی از بهترین موتور است. خب رو شروع میکنیم از پشت موتور. اما یک چیز از یاد نره، لیستای نکلی با ویلای مشک ده یا او هم نکلیست و اینجا هم همچنان نکلیست. میتونی نکلی جام کار شده. خب شروع میکنیم از پشت. بوکسل برقی، سانسور داره، هم پیش هم پس. اوکی. داله برقی، دالش خوب کلانه. خوب یک داله کلانی داره، میبینید خیلی کلانی است. و اینجا برقی گفتیم بوکسل هم که برقی بود، بچشی است اینجا پایان میره. باز هم رای دست پس وازش که تو ببینیم سویچ پاس میزنیم. خیلی مقبول. خیلی مقبول. پایش هست، هیچ استفاده نشده. پاکای تابستانیش. آفرین. مارک خودشان زدگی. مارک خودشان زدگی است. این دم پلاستیکش که هست، همون یک مام قرضش میگیریم میواریم. و ایام هم برقی. با کامرش؟ موتور با کامران داره. با کامران را میتونم داخل بردان شما بودم. اوکی. خب شروع میکنیم از سیتای پسرش. میتونید. خب این موتور که هست یک موتور فامیلی است و میتونید یکان سفرهای طولانی که اگر میری غذایتون رو میتونید اینجا بکنید. پلامیشه. واسه یک سپیدار میخوایی پایان کنیش. خیلی لپتاپ باری. خیلی بزرگ همین راحت میتونید اینجا بشینید. سفرهای طولانی را هیچ خسته آدم نمیکنه. موتورهای تگوان که هست ماشینای فوق العاده عادی داره، خصوصا دیزلیاش و موتورهای سفری است. هیچ وقت سفر آدم خسته نمیکنه. داخلش که میایم از سویچ بورد خیلی مقبول دیجیتال داره. یک چالانش میکنیم. موتور 12000 میل رفته. شترینگ مقبول داره. شترینگ های ولکسواگن که من خیلی خوشم میاد. نه بزرگ است نه چوچه، اما تو یک دیزاین مقبول دادش، خصوصا از گیتیایش بخی تاپ است. واسه با سفری جور کردن خسته نمیشی وقتی سر جلو موتور باشی. سویچ بورد خیلی مقبول با رادیوی بزرگ، فول اسکرین، آپشن های خیلی زیبا داره. بلوتوث، اندروید، کارپلی، همه چیز داره این موتور. جی پی اس هم داره. خب جی پی اس باید کارپلی یاره کنکت کنی. موتور با کامera داره، خیلی با کامera مقبول. پیش و پس سانسور میتونید ببینید. سر پیش رو سانسور داره. گیربکس اتوماتیک، امبریک برقی. این لیور آخر یک مینی فرمیشنش است. یعنی اگر آب و هوا بارانندگی یا برفی باشد برای فشار میدی که تایرها کنترلش خوبتر باشه. سیتای بخملی داره، خیلی مقبول است. مقبول سفری هیچ وقت خسته موتور نمیشی. خوب یک آپشن مقبول دادندش. نویژن کلوچ های جام شد نویژنش میتونه ببینه. کروس، نویژن همه چیز موتور داره. شترینگ گرم کن بخاری یا میتونی استفاده کنی. شاپرک میگم بردارینی. شاپرک سپورت تیپ گرم کنایش هست و یا همچنان سیت گرم میکنه و شترینگ. اگر میخواهید این موتور با قیمت مناسب با 1 سال گارانتی به دست بیارید، میتونید شما با شماره تلفن ما با هم تماس باشید.